تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، علاقمندان گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ، حالا از سلسله گفتار تازه انگارها از خوانی ایجادی نویسنده نامدار تاجیک بهمنیار از کتاب سرمده حکایه های دلپذیری را در قرائت نامزد علم‌های فیلولوژی عبدالجلیل امان به سمعتان میرسانیم. رخش وقت چارگامه میتاخت، طبیعت نابود میکرد و میساخت، زندگی عطا میکرد و مرگ باز پس میخواست. تقدیر آهنگی تصادف مینواخت و با این تصنیف انسان را به ورطه اشتباه میانداخت. در کوره امتحان میگداخت که از آن آدم گاه میبرد و گاه میباخت، اما مویسفه گویا از اطاعت وقت و فضا بیرون بود. قانون گردون به ملک روحانی او پنجه نمی کشید. سیلاب وقت به کاخ زرندوری امیدش نمی دوید. مویسفه ده به ده، شهر به شهر می گشت، عقبه های امتحان را می گذشت، تفس آفتاب را در بیابان هجران می برداشت، پروای دشت سرگردانی را نداشت، در بحر امیدواری شنا می کرد، با قدم می سپرید، آنقدر ره سپرید که آخر الامر باز بده خود رسید. همدهگان کیها به حق او دعا و فاتحه خوانده بودند. او را دیده شگفت داشتند که زنده است و هنوز هم جنون در رخش اثر دارد، اما آنها او را چنان پذیره کردند که انتظارش بودند و دست جمعی برایش خانه ساختند. باز مویسفید بود و یک گوشه بام گوشه بود و مویسفه روی بام خانهش می نشست و براه می نگریست. افتد که بگذرد. صورتی حال چنین بود تا آن وقتی که پیرمرد گشت ضعیف و ناتوان، با گوشای گران، با چشمهای خیره و آب روان. خلاصه مرگ بردن جان حاضر و نگران. و این را احساس کرد. از همدهگان یکی را خواستگار شد تا او را به نزد چشمه نیت برد. جوانمرد او را به مرکب شناند و تا به مکانی مقصود یاور شد. این دفعه مویسفه چیزی نداشت که با خود گیرد. هر آینه درباره چیز هم فراموش کرده بود. پیرمرد از چشمه جوشان با دستانی لرزان یک کف آب گرفت. آنقدر ذهنش کند شده بود که کلماتی در کار به یادش نآمد. با حسرتی بسیار کف را بالا برد و نوشید. پس سر برداشت و معجزه دید. رو برای او پیرزنی می ایستاد، چهرهش آژنگ زده، میانش خمیده و بهارش رفته و خزانش رسیده. زرینه زرنگار. کسی نمیدانست این قصه در کدام زمان و در کدام مکان رخ داده. بابای بهرام راوی بی بدلی سرمده معتقد بود که مکانش شمینده است و زمانش گذشته دور. ملا بخاری زاده که همه چیز از جمله روایت و قصه ها را نیز تابش علمی دادن را خوش داشتند، به قصه گویی شما خرابزاری را دورتر از ده نشان دادند و گفتند که اینجا شهر بود، سرمد شهر می‌خواندند.
از 40 دره و 7 شهر مردم به تجارت می آمدند. بعد از قضا و از وبا خراب شد. مردمش 4 طرف پریشان شدند. یکی دوی پسان به یاد وطن افتادند، برگشتند و این ده را پایه گذاشتند. همونها بودند که روایتی سرمد شهر را از آبای خود شنیده بودند و به فرزندهای خود یادگار گذاشته. زرینه دختری میری سرمددره بود. 7 سال داشت که زردوزی را به همه نازکی فرا گرفته بود. آوازه هنرش به دور و نزدیک رسیده بود. به زرنگار ملقب شده بود از بس که موی سرخ و چشم آبی داشت تا 9 سالگی زرکاکولش می خواندند. من بعد زرجمالش نام می بردند. چون به 14 رسید ماهی 14 روزه بود. 12 سال داشت که گفته بود من جوان مرد را به شوهر می گیرم که سوار اسبی سفید می آید. هنوز پیاده نگشته، 1 پا در رکاب و 1 پا در زمین می گوید تو تا این وقت جامه ها را زردوزی می کردی، من بعد زندگی مرا زردوزی خواهی کرد. چون به 14 رسید و آوازه حسن و جمالش آفاق را گرفت، شاهزادگان و امیرزادگان خواستگاری می آمدند. حتما اسبی سفید را سوار می آمدند و از اسب پیاده نگشته 1 پا در رکاب و 1 پا در زمین می گفتند تو تا این وقت جامه ها را زردوزی می کردی، من بعد زندگی مرا زردوزی خواهی کرد. او با دوگانه هایش از بالاخانه میرنشین این منظره را می دید. قاه قاه و گستاخ می خندید. چون مدت گذشت پرسیدند چرا از این خنگ سواران یکی را خوش نمی کنی؟ گفت من به امتحان اسبی سفید گفته بودم. دلخواسته من باید سواری سیاه مشکین بیاید. از این بعد هر طلبگار که می آمد به اسبی سیاه مشکین سوار می آمد. اما در جواب غیر از خنده و ولوله دختران چیزی نمی شنید. قصه کوتاه خواستگاران به هر نمود اسب سوار آمدند و او یکی را خوش نکرد و چون گفت که دلداده او باید اشتر سوار می آمد. من برای اشتباهی عاشقانی ساخته است گفته بودم. همه دانستند که دختری میر دلخوشی دارد. بسیار طلبگاران رنجیدند و کینه در دل گرفتند. او همگی 14 سال داشت. به قبل هنوز از دهانش بوی شیر می آمد. با دوگانه ها لختک بازی می کرد. زناشویی هم در نظرش لعبت بازی را می ماند. زندگی هم پر از دلخوشی می تافت. از کسی رو نمی پوشید، خواه آشنا خواه بیگانه. هرچند جامه ها را با کمال صنعت زردوزی می کرد، باری ندیده بودند که زردوزی را ببر کرده باشد. در صورتی که همه امیرزادگان زردوزی های او را پوشیده می نازیدند. فرزندی کوچکی والدین بود و 6 برادر داشت. چون گوهرکی چشم احتیاطش می کردند، چون تاجی سر عزیزش می داشتند. زرینه زرنگار به از همه هیبات را خوش می داشت. در باغ میر درخت نبود که ارغنچک در شاخ آویزان نداشته باشد. ارغنچک ها به هر شکل و به هر رنگ بودند. یکی خرک را میموند، دیگری زورق را میموند، یکی تختی معلق را. بار در زورق خیرباد میرفت و دوگانه ها گرد و پیش حلقه گرفته بودند، 2 بیتی میخواندند. با آوازی شیرداری کوهستانی میخواندند که حتی میر شنیدن آنها را خوش داشت. چی جایی نوکران. بانوی بانوان از جا نیمخیز شد.
انگشتی سکوت بر لب نهاد و پر اسرار و پر هیجان گفت حالا یکی از کشوری دور افتاده‌ای که ما حتی نامش را نشنیدیم همه را پشتی پا زده به راه افتاده است. عازم ملک ماست، راه پرخوف و پرماجرا را در پیش دارد. نمیدانم سوار از راه می آید یا زورق رانده بر رود می آید، نمیدانم دیر یا زود می آید، اما می آید و شور و ولوله زیاد برپا می کند. نمیدانم نیتی خوب دارد یا بد دارد، هرچی دارد ندارد به امید می آید، ناامید می میرد. از بس که بانوی بانوان وقتی خیباد و سرودخانه دختران خود گذشته شور و ولوله برپا نشد، اگر که چند طلبگاری تازه از گفته های میرزاده رموز برده بالاتر از شهر زورق ساخته برود انداخته آمدند و غیر از قهقه چیزی نشنیدند. من جمله 2 نفر به خرسنگ ها زده غرق شدند و زورقی پاره پاره از جسدی ماهی خوردهشان را از تنک آبه یافتند. دیگر واقعی چشمرس و آوازهی گوشرس رخ نداد، شنیده نشد. مردم کم کم حدیثی میربانو را از یادها بردند. میری سرمددره بهرامشاه مقلب به میر سخی، پسری یگانه میری ثابت کامرانشاه ملقب به میری ولی، در این قلمرو و در دیگر آبروهای همسایه آبرو و اعتبار زیاده داشت. میری ولی 6 دختر و 1 پسر به وایه رسانده، دختران را به میرزادگان همسایه و دختری کبوچشم میری اگمددره دیرینه را به پسرش نکاح کرده داده بود. میری اگمددره هیچ فرزند نداشت، باری 3 خاندار شده صاحب دختر شده بود. از بس که نوری چشمش دیر بعد انتظاری های طولانی درون سوختن های زیاد به عالم روشن آمده بود، او را دیرینه نام نهادند. دیرینه در 16 سالگی 1 دختر قامت بلند، سفید رو، موسیاه، چشم کبود، فی الجمله نازنینی محجبین شده بود. وقتی که میری ولی او را به یگانه پسر و وارثی کرسی و مال و ملکش خواستگار شد، میری اگمددره با کمال خوشی 7 روز به مردم نان و نمک داده دخترش را با سرمد شهر گسیل کرد، هرچند که نمیخواست یگانه فرزندش از پیش چشمش دور باشد. لیک 2-3 ره پسری میری ولی را دیده بود. اون جوانی هوشمند و تنومند را چون پسری خود دوست داشته بود، با خود 1 عالم نور و صفا آورد. دیرینه پی هم طولی 10 سال 6 پسر و 1 دختر به عالم روشن آورد. به همه پسرها میری ولی نام گذاشتند: کامران، ساسان، سامان، هارمان، باغبان و جانان. چون دختر به دنیا آمد و دایه آن را شسته پرپیچ کرده به دستی مادر بزرگ داد، پیرزن مویهای چون سوته جواری سرخ او را دیده به اختیار خطابید زرین و شد نام دختر زرینه. و این دختری زرکاکل چشم کبود که خنده از دهانش کنده نبود محبوب همه شد. برادران برای او را برداشته گشتن و نوازش کردن بین خود خرخشه می کردن. چون بعد از 7 سالگی جای می بردن، مردم برای تماشایش قد راه صف می کشیدن. حتی میری ولی که یگان قوه انگار او را از مطالعه و اختراع برکنار داشته نمی توانست، چون زرینه به کارخانه می در آمد و از دامن جامهش می کشید.
غیر از زرکاکل جادوگر همه چیز را فراموش میکرد. مثل یک غلام حلقه برگوش به فرمانها و سؤالهای این شهبانوی کوچک گوش میداد. آماده بود روزی دراز با او گردد و به چهچه چرا و برای چیهای او پاسخ بدهد. چون روز ساعتی وداعی دارالفنا و رحلت به دارالبقا را احساس کرد، خواهش اولین میری پیر همین بود که زرکاکل را نزدش بیارند. کاکل زرینش را سیله کرد، از پیشانیش بوسید، خدا را شکر گفت و جان به جان آفرین سپارید. میری سخی سری همه پسرها را جفت کرد. به کامران دختری میری بلجوان را، به ساسان دختری میری فرغر را، به سامان دختری میری مسچاه را، به هارمان دختری میری رشت را، به باغبان دختری میری درواز را، به جانان دختری شاهی بدخشان را داد. چون زرینه به 14 رسید، آوازه حسن و جمالش عالم را گرفت. همه میرهای مزبور برای پسرهایشان به زرینه خواستگار فرستادند. میری سخی که هیچ نمیخواست به خویش‌های تازه یافته‌اش دلماندگی و بدبینی در میان داشته باشد، هم جدایی را از شم محفل خاندانی یک امر ناگزیر میدید. همه خواستگاه ها را در یک خانه جمع آورد و گفت همین شما نزد من برابرید و آنهایی که از نامشان سخن میگوید به من برادرند. خداوند به من یک مشتی پر داده و 100 دردی سر. خودتان قضاوت کنید و مشورت تا چنان که میگویند هم لعل به دست آید و هم یار نردوخته و بدونک را سنجیده بودند. سخنهای میر را عین عدالت دانستند و برگشتند تا به صاحبان خود قصه کنند. بعد از ماه از همی میرهای مزبور گویا زبانی یک کرده باشند، به این مضمون نامه رسید: برادری و خویشی ما بردوام باد و عمر دادرزاده ما نیز همچنان. هر کی را خودی دختر خوش بکند و بپذیرد، ما نیز یک دل و یک رو پذیرفته ایم. این بود که میری سخی آه سبو کشیده بود و اختیار دختر را به خودی او و خواهش دلی او گذاشته بود. اما انگار دختر غیر از دلخوشی و هیبات روی دیگر فکر در سر نداشت. کار جدیه که میکرد همین بود که روز 2-3 ساعت به زردوزی صرف میکرد. این کار را نمیکرد هم کسی کاردار نبود، اما چنان به این شغل عادتی شده بود که رفت و روز از سرگرمی و مهمانداری به زردوزی نرسد بقرار میگشت. گویا وظیفه مقدس یا عبادت فرض را انجام نداده باشد. وقتی حیبات میرفت همیشه غنبش میبود، چون بیدار میگشت حرفای میزد که دوگانه هایش حیرت زده میشدند. نمیدانستند سخنهای او را چون بپذیرند، شوخی یا جدی شمارند، زیرا بارها شده بود که پیشگویی های او یا چیزی مانند به آنها رخ داده بود. پیرزنی بود با نام بلعجبی سرویسه که کار آشپزخانه را نظاره میکرد. روز نآمد، اما کسی اهمیت نداد که او نآمد. زرینه آن روز از خواب بیدار گشته به هیجان گفته بود به داد سرویسه برسید که بعد از ساعت میمیرد. چون ناباور به خانه سرویسه رفتند، پیرزن را در حالت نزع یافتند. از این رو دوگانه ها گاهی به فخر گاهی به ترس به زرینه می نگریستند، زیرا گفتار و رفتار او به هرچی آنها شنیده و دیده بودند موافق نمی آمد. روزهای آخر زرینه زود درباره جوان حرف میزد که همه را پشتی پا زده به سراغ رویا براه افتاده است. هر عمل و هر سخن او را چنان با تفصیل و جزئیات حکایت میکرد که گمان میرفت آینه جهان نمای پیش چشم دارد، میبیند و میگوید. میگفت الان جوان زیری چنار خواب است، خواب میبیند و لبخند در لب دارد. نازنینی را خواب میبیند که بادپیچ به کوهانی 100 گیس آویخته هیباد میرود.
ریزه‌باران روی رخسار و موهای طلایی‌اش چون شبنم روی گل و برگ‌های صدبرگ در آفتاب می‌درخشند. او خواب می‌بیند و باور ندارد که خواب می‌بیند. او گمان دارد که او خواب می‌بیند که کسی دیگری او را در خواب می‌بیند. بار دیگر می‌گفت جوان نزد دروازه شهر نشسته هر آینده و هر رونده را می‌نگرد. او گمان دارد که آنی که خوابش می‌بیند یا آنی که او را خواب می‌بیند اتفاق دیدار می‌افتد. به خبر از آن که سرنوشت ساعت پس دیداری شخصی را می‌نماید که همانی که خواب می‌بیند و هم او که او را خواب می‌بیند از میان می‌بردارد. دوگانه ها از سخنهای او که برایشان چون کلابه کمپیر چیگیل و چون دسترخوان بخیل سربسته بود چیز نمی‌فهمیدند. شرح و تفسیر نیز درخواست نداشتند، زیرا می‌دانستند که او به گفتن چیز زن می‌کند و از گفتن چیز کم. شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما حکایات را از کتابی سرمدهی نویسنده بهمنیار از سلسله گفتاری تازه انگارها در قرائت نامزد علم‌های فیلولوژی عبدالجلیل امام از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. کارگردان موجی گل یوسف و پایان گفتاری چهارم. شاد و موفق باشید.